سلام بچه ها، چه خبر؟ بچه ها خوش اومدین به یه ویدیو و یه آموزش خیلی خفن. آقا شاید خیلی مثلا میگن بچه من یه عالمه لول اپ کردم، فورتم مثلا خیلی خفنه، مثلا فایتینگ خیلی خفن دارم، شمشیرم خفنه، همه چیم خفنه، ولی اکسسوری درست حسابی ندارم. و یه اکسسوری داخل بلکسود وجود داره به اسم پیل اسکات که واقعا خیلی چیز خفنیه، اکسسوری خفنیه. این اکسسوری میخوایم بریم به دستش بیاریم و وقتی ما رفتیم اونو به دستش آوردیم بهتون بگم که چیکار میکنه و واسه چه چیزهای خوبه، واسه فروشتون خوبه یا واسه مثلا چیز. و آموزش گرفتن پیل اسکاتو بذارم که داداشمی چه اتفاقی افتاد. خب یه نفر اومد ما کشت، نمیم چرا ولی خب ما کشت. بچه شما میایین تو محل سیافتیت داخل دریای سوم. اینجا کوستش هم لول 2200 میخواد. هر وقت لول 2200 شدیم میان این جزیره. این جزیره همون جزیره بیگ مامه که هول کیک بود اسمش اگه اشتباه نکنم و جزیره باحالیه. آقا شما بین این درخت‌ها یه NPC اینجا میبینید که وقتی بین باهاش حرف بزنید اسمش دیو ماماه. وقتی باهاش صحبت میکنید بهش میگه که برو 500 تا انمی بکش. خب شما میتونید بیاین همینجا انمی اینجا بکشین، NPC اینجا بکشین، یا هم حین لول اپتون چیز کنین. من الان اومدم چک کردم دیدم من 500 تا انمی رو کشتم. وقتی که شما 500 تا انمی رو بکشین میگه که open the portal و اینجور حرفا. وقتی میزنین yes a dimension has spawned. وقتی شما بیاین داخل اینجا داداش الو کجا رفت؟ اون بالا چیکار میکنه؟ بچه مثل اینکه یه نفر از قبل اینجا بود. بچه واسه اینکه شما پیل اسکات رو بگیرین باید به این 10% دمیج مورد نیاز رو بزنید. 10% جونش رو باید شما بزنید تا به شما چی بده؟ پیل اسکات. و واسه اینکه شما چیز کنین باید 100 کی بهش دمیج بزنین اگه اشتباه نکنم. و حالا ولی خیلی سخته واقعا، چون وقتی شما چیز میکنین یه پیام توی چت میاد که همه میازن سرش و بالاخره سخته دیگه. کلا زدن این باس داستان داره. بچه امیدوارم بتونم 100 کی حداقل دمیج بهش بزنم، چون که اگه این کار نکنین شما به شما هیچی نمیده. و بچه واقعا پیل اسکات چیز خفنه. حالا من سعی میکنم اینو 100 کی دمیج بهش بدم یا بکشمش بهتون نشون بدم. بریم که بکشیمش. خب بچه همونطور که دیدین ما رفتیم زدیمش، ولی خب 100 کی دمیج هم نمیخواد، 70 کی دمیج میخواد، 70-80 کی. و مثل اینکه من نتونستم، ولی خب بچه من یه بار 30 کی دمیج بهش زدم. هر وقتم که میومد دستم هم 10 کی بهش 10 کی دمیج میدم. نزدیک من 120 کی بهش دمیج زدم. نمیدونم چرا به من پیل اسکاتو نداد. اما شما میان اینجا نگاه کنین، الان دوباره باهاش حرف میزنم میگه تو باید 486 تا دیگه بکشی تا وقتی که تا دوباره اینجا بتونی باز کنی.
وقتی هم که شما بتونین اینجا باز کنید دوباره میرین توش، حالا دمج میزنین و هر کاری که میکنید. فقط یه دقیقه باشین بچه. هیچ. آقا وقتی که شما پیل اسکارت گرفتین میرین سمت منشن. خب اینجا منشنه که یه جو کافه خودمون محسوب میشه. میرین پیش این NPC وقتی که شما پیل اسکارت رو یوز کردین. نه ببخشید این نه این ببخشید. میرین پیش این و بهتون میگه که این اکسسوری که الان دارین چیکار میکنه، که فکر کنم 10 تا به هاکی بیناییتون اضافه میکنه، 700 تا جون، 700 تا انرژی و به همه اتکاتون یا فکر کنم فروتتون چیز 20% هم اضافه میکنه که واقعا من زمان یکی از بهترین اکسسوری هست. منشنم که جای PVP و هر وقت من میام اینجا لگ میشه. این دم در PVP میکنن یا کن. اینجا هم که جای ترید و اینجور چیزه. و بچه اینم بود از آموزش امروز ما. حیف که نتونستم فقط پیل اسکارت رو بگیرم، واقعا حیف. ولی یه اسپین ما بزنیم و بریم. زولیاس تو به من مشکل داری. ای خدا. هی بچه امروز یه ویدیوی دیگه هم داریم که من سعی میکنم گازم و ترانسفورمیشنش رو آنلاک کنم و تست گاز رو واسه تون بذارم. پس ویدیو امروز رو دست ندین و خدا حافظ.